بسم الله الرحمن الرحیم. پس از 4 روز خاموشی نسبی در پیکارهای انتخاباتی، روز پنجم گواه گردهمایی‌های دو ستاد انتخاباتی بود. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در پنجمین روز مبارزات انتخاباتی برای نخستین بار وارد میدان این پیکارها شد. او گفت در صورت پیروزی تمام قراردادها و فرمانهای خلاف قانون و شریعت را لغو خواهد کرد. تمامی فرمانهای را لغو می‌کنیم که زمامداران حکومت تحمیلی خلاف قانون و خلاف شریعت اسلامی صادر کردند. مداخله سفرا در امور انتخابات و ویتو کردن اجماع سیاسی تمامی احزاب سیاسی و توافق کمیسیون انتخابات با طرح و اجماع از سوی سفارتخانه ها و سفرا پذیرفتنی نیست. از سوی هم شمار از علمای دین در تالار لوی جرگه در کابل گرد هم آمدند و پشتیبانیشان را از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند. محمد اشرف غنی در این گردهمایی بیشتر روی اهمیت انتخابات تاکید کرده از علمای دین خواست تا مردم را در سهمگیری و در انتخابات تشویق کنند. خواهش اساسی من ایست که مردم شما تشویق کنین که انتخابات جدی بگیرن. به حیث یک واجبه دینی جناب جعفری که شما ذکر کردین، ما کلماتتان تکرار نمی‌کنم، ثم و ثم موافق است. چون وقت قضاوت است. مقام رایدهی یک مقام عدالت است. در او روز تنها چیزی که تیم دولت ساز از مردم افغانستان میخواهد قضاوت عدالت است. در همین حال در اوج مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان مخالفت خود را با انتخابات پیشرو اعلام کرد. با این همه سرنوشت شورای نامزدان ریاست جمهوری در پیوند به تحریم انتخابات تاکنون روشن نشده است.